خبر ازدواج و اینا که بله ازدواج هم کردن، نه با یه خانمی ازدواج کردن که این ازدواج توسط یکی از وکلاشون توی دفترخونه‌ای ثبت شده. یه 4-5 روزه. بله مربوط به زمانی که زندانن. بله جدیدن. فکر نکنم یک هفته به یه دختر خانمی هم که قبلا هم میشناختنشون. پس تایید این بله این مسئله ازدواجش برمیگرده به زندان اوین. اونجا هم یه سعی شد که ایشون ازدواج کنه، منتها اون موقع شناسنامه نداشتن. بعد دیگه اون مسائلی که تو زندان براشون پیش اومد، درگیری که تو زندان پیش اومده، ایشونو منتقل کردن به زندان بزرگ. مانعی درگیری چی بود؟ فکر میکنم با تو زندان یه درگیری با مامورای زندان، یه بحث و جدلی داشتن که ایشونو به خاطر این منتقل کردن زندان تهران. بحث اینا متوجه نشدم. من متوجه نشدم، ولی من همینجا شنیدم که اونجا یه درگیری داشتن با مامورای زندان که ایشونو میفرستن زندان بزرگ.